اینجا یه پادکسته، جایی که شاید برای اولین بار به جای اینکه دکتر از بیمار بپرسه حالت چطوره، ما این سوال از خود دکتر میکنیم. دکترها هر روز بارها و بارها این سوال رو میپرسن و میپرسن که چه کمکی میتونن بکنن، ولی کمتر وقتی بوده یک کسی از خود دکتر بپرسه تو حالت چطوره. من دکتر ندا روحی هستم. پزشکیمو در ایران به اتمام رسوندم و دوران تخصص و رزیدنسیمو در آمریکا و در حال حاضر در ایالت کالیفرنیای آمریکا مشغول طبابت هستم. Beyond the White Coat پادکستیه برای گفتگو با پزشکا، بدون روپوش سفید، بدون عنوان، بدون نقش و بدون نقاب، برای پرداختن به فشار روی پزشکا، به خصوص پزشکان جوان و رزیدنت‌های داخل ایران، فشاری که متاسفانه سالهای اخیر به اتفاقات خیلی تلخی از جمله خودکشی‌های پزشکان جوان و رزیدنت‌ها منجر شده و کمتر کسی و یا کمتر نهادی بوده که به این موضوع بپردازه و راجعش صحبت بکنه. شاید یکی از سوالای مهم این باشه: چی میشه که بعضی از پزشکا، حتی اساتید دانشگاه‌ها، با جایگاه و مقامی که دارن و با جایگاه اجتماعی و علمی که در ایران دارن تصمیم به مهاجرت میگیرن تا همه چیز رو دوباره از صفر شروع بکنن؟ چی میشه که آدمی با سالها درس خوندن ترجیح میده که مسیر سخت‌تری رو دوباره انتخاب بکنه و همه چیز رو از نو بسازه؟ مسیری که فقط بتونه سالمتر زندگی کنه و پزشکیش رو بدون فرسودگی ادامه بده. هدف این پادکست گفتن درد نیست، تبلیغ برای مهاجرت هم نیست. فقط هدف این پادکست اینه که آگاهی بیشتر بشه، گفتگو شکل بگیره و شاید همین شنیده شدنها یه تلنگری باشه به توجه جدی‌تر به سلامت روان پزشکان، به خصوص پزشکای جوان. اگر این پادکست بتونه حتی کمک کوچیکی بکنه که این فشارها دیده بشه و راجبش حرف زده بشه و شاید جلوی بخشی از این فرسودگی‌ها و اتفاقات تلخ گرفته بشه، به هدفش رسیده. Beyond the White Coat پادکستیه فراتر از روپوش سفید پزشکی، چون پشت هر روپوش سفید یک انسانه و یه داستان.